حیات و فعالیت فریتز ҳабер، عالمی که انسان را هم سیر کرد و هم سوخت. فریتز ҳабер سال 1868 در شهر برسلاوی آلمان در خانواده یهودی ثروتمند به دنیا آمد. پدرش با فروش رنگ مشغول بود و امید داشت که پسرش هم به تجارت می پیوندد. اما فریتز از اول عاشق کتاب و لابراتوری بود. او در دانشگاه‌های هایدلبرگ و برلین تحصیل کرد. پس به ساحه کیمیا وارد شد. ҳабер همیشه در جستجوی راهی بود که کیمیا را در خدمت حیات آدمان قرار دهد. در آغاز عصر 20 جهان با مشکلی شدید غذا روبرو بود. زمین‌ها را باید نوریده می‌کردند، اما نیتروژن از هوا به آسانی به ماده‌های قابل استفاده تبدیل نمی‌شد. ҳабер با تجربه‌های پی در پی نشان داد که ممکن است گاز نیتروژن و هیدروژن یا اینکه هیدروژن را در زیر فشار بلند و حرارت معین به امیاک تبدیل دهد، ماده که اساس نوری‌های مینرالی است، یعنی امیاک. این روند با نام روند ҳабер مشهور شد. با اختراع ҳабер استحصال امیاک به مقیاس صنعتی راه یافت. نوری‌های امیاکی صنعی به دهقانان امکان داد که حاصل بیشتر گیرند. این روند به گفته بعضی‌ها از گرسنگی 10 میلیون نفر جلوگیری کرد. اما وقتی جنگ یکم جهانی سر شد، ҳабер کیمیا را به خدمت جنگ برد. او راهبر برنامه استفاده گاز زهرناک در فرانت شد. در اپریل سال 1915 بار اول گاز خلار استفاده شد. هزاران نفر جان باختند. حتی همسرش کلارا که خود عالم بود این عمل را محکوم کرد و دیرتر دست به خودکشی زد. ҳабер سال 1918 برای اختراع روند برای سینتز امیاک جایزه نوبل در ساحه کیمیا گرفت. ولی پس از جنگ او به شخص بحث برانگیز تبدیل یافت. برخی او را نجات بخش جهان کشاورزی می‌خواندند، برخی دیگر پدر جنگ کیمیاوی. سال 1933 با قدرت گرفتن هیتلر و سیاست ضد یهودی، ҳабер که یهودی نسبی بود گرچند بعداً مسیحی شده بود، از آلمان فرار کرد. او در شویتزاریا پناه یافت. پس از عمر پر از شهرت و تنقید، کشفیات بزرگ و دسیسیونز گران، فریتز ҳабер سال 1934 در سن 65 سالگی در یک مهمانخانه آرام در بازل درگذشت. از یک طرف ҳабер با اختراع امیاک
ده‌ها میلیون آدم را از گرسنگی نجات داد. از جانب دیگر او بنیادگذار سلاح کیمیایی گردید، واسطه‌ای که هزاران نفر را کشت. تاریخ به ҳабер چون شخصیت مرکب می‌نگرد. کیمیا را به دست گرفت و آن را به دست آدمیزاد سپرد. اما آدمیزاد با آن چی کرد؟ آن قصه دیگر است.